اسفند کورکس هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل خودتون. امروز اومدیم با یه ویدیو متفاوت و آموزشی. امروز اومدیم که از این اسکین استیو خلاص بشیم و میدونم از این اسکین خیلی خسته شدید و اومدیم که بهتون یاد بدیم اسکین مورد علاقه خودتون رو داشته باشین. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. گوشیتون رو بچرخونین و بریم که با هم دیگه یاد بدم که اسکین خودتون رو داشته باشین. اینجا ما میتونیم با استفاده از دو برنامه استفاده کنیم، ولی اگر لایک های این ویدیو بالای 10 تا باشه اون برنامه دیگه که خودتون میتونین با دسته خودتون طراحی کنید دیگه طرح که تو ذهن خودتون رو پیاده کنینه، ولی داخل این برنامه بهتون نشون میدیم که اسکینا خودش آماده هست و شما فقط باید وارد ماینکرافت خودتون کنین. اگر اون برنامه دیگه میخواین با لایک ها این ویدیو رو بالای 10 تا کنین. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب این برنامه که من میخوام امروز بهتون معرفی کنم مستر فور ماینکرافت، شکلش هم اینجوریه و سریعترین راهش اینه که بیاین داخل مارکت سرچ کنید، همین انگلیسیه مستر فور ماینکرافت، همین سرچ کنید براتون همون اول میاد، آیکونش هم اینجوریه. خب بریم داخل برنامه ببینیم چجوریه و همه توضیحاتشو بهتون از 0 تا 100 بدم. وای میسین لودینگ میشه. بعد اینجا بچه میایم پایین، اینجا حالا فلش هم میخوره نوشته اسکینز، روی همین یه ضربه میزنید. بعد اینجا اسکین های خیلی متفاوت و از هر بخشی هزاران تا اسکین داره. بعد اینجا بریم پایین، مثلا شما میتونید ببینید مثلا این آیرن گولم مثلا سایز شما هست، مثلا برین همینجور پایین، مثلا این بخش گرل مثلا دخترونه هاش و اینجا بوی پسرونه هاش باز خیلی خفنه و اینکه آره. بعد همینجور داخل هر بخشی مثلا این سن انیمه ها و انیمیشن ها و مثلا فکر کنم مایکل جکسون داره، باب اسفنجی داره، هر چیز که شما فکرشو کنید اینجا همه چی هست و آره. بعد میایم داخل بخشای دیگه‌اش هم که می‌خواست باشیم ببینیم. این بخش ابرقهرمانای سوپرمن داره، هالک داره، همه چی داره. بعد بریم پایین بهتون نشون بدم یک کمشو. خب بعد میایم داخل این قسمت نمیدونم قسمت چیه، بس ببینم بخونم. گیم مال گیم توره. البته من فکر نکنم اصلا گیمی توش مشخص باشه، ولی خب تک و توکی اینجوری. مثلا میایم پایین خیلی چیزای خیلی متفاوتی داره. بعد میایم داخل این خیلی بخشم داره، مثلا این اسکین خودمه. بعد آره دیگه بخشه خدا این قسمتش خیلی خفنه. مثلا شما میتونید یه اسکین شبیه یه آیتم ماینکرافت انتخاب کنید، خودتون استعار کنید و رفیقاتون سورپرایز کنید. مثلا میتونین چوب درخت رو بردارین، اسکین چوب درخت رو بردارین و مثلا برید کنار یه تنه درختی و استعار کنید. این هم خیلی باحاله. الان بریم مثلا من از یکی خوشم اومد اینجا داخل این قسمت، از این مثلا خوشم اومده، طرح لوگو یوتیوب هم داره و شما جورش یه تگ ضرب بزنین. پیشنهاد میکنم از مایکه چی کنین که بروزترینش باشه و میزنید روی این. آقا بعد از اون تبلیغی که براتون نمایش داده میشه پیشنهاد میکنم تا آخر تبلیغ رو ببینید که مشکلی پیش نیاد. بعد از اون همچین صفحه‌ای بالا میاد، نه شما نریم پایین، همین اولی رو بزنید، 2 تا گزینه میاد میگه سیف تو کجاشه، بعد سیف داخل کجا سیف شه. گزینه دوم میزنید که نوشته ماینکرافت. خب آقا بعد از اینکه روی گزینه دومی زدین ماینکرافتتون میاد بالا و صفحه ماینکرافتتون میاد بالا. اینجا هم میاد مینویسه که حالا سیف شده اینا. من از قبل یه چند تا اسکین حالا دانلود کردم، حالا میخوام بریم این اسکینی که اینجا داشتیم رو بذاریم و سعی میکنیم که بیاد این بخش
خب من صفحه رو بیارم این ور که شما همه چی ببینید. مثلا به عنوان مثال میایم مثلا اینو انتخاب میکنیم، بعد میایم روی بخش سومی. بعد همونجوری که میبینیم حالا من از قبل چند تا اسکین حالا دانلود کردم، مثلا یوتیوبرهای معروف هم داره و اینا. مثلا ما این اسکین مد نظرمون، سعی میکنیم اسکین لودینگ شه، بعد انتخابش میکنیم، بعد اینجا روی این گزینه میزنیم، بعد کافیه بیان بیرون و به همینقدر راحتی شما اسکین مورد علاقه خودتون رو وارد ماینکرافت کردین و برین داخل مپتون این اسکینه و هر دفعه که وارد ماینکرافت میشین باید اینترنتتون روشن باشه که اسکینتون لود شه و این برنامه کاملا رایگانه و هیچ پولی نباید بدین، فقط باید اینترنت داشته باشین که فقط اسکین در حد 2 مگابایتی دانلود کنه. و اینجا دیگه اسکین ما هم وارد شد و اگر میخوایم اون برنامه دیگه که خودتون بیان طراحی کنی اسکین خودتون رو براتون آموزشو بذارم، حتما تو کامنت ها بهم بگین و لایک های این ویدیو رو بالای 10 تا کنین که بهم خیلی انرژی میده. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد چنل ما رو هم سابسکرایب کنین، زنگولش هم یادتون نره. مرسی از نگاه زیباتون، فعلا.